مطالعه‌ای در دانشگاه هاروارد نشون داده که موش‌ها رو در استخری رها کردن و دیدن که در عرض 15 دقیقه موش‌ها بعد شنا کردن 15 دقیقه خسته میشن و در نهایت غرق میشن. برای بار دوم این کار رو انجام دادن و قبل از اون 15 دقیقه موش‌ها رو ورداشتن و کمی استراحت بهشون دادن. دوباره موش‌ها رو در استخر انداختن. به نظر شما این بار چقدر موش‌ها دووم آوردن؟ 10 دقیقه، 15 دقیقه، 5 دقیقه؟ همتون اشتباه میکنین. 60 ساعت، یعنی 2 روز و نیم، دقیقا 60 ساعت. نشون میده که امید داشتن نجات دوباره در موش‌ها اونها رو به تلاش و تکاپو واداشته و نذاشته که غرق بشن. داشتن امید خیلی مهمه. خیلی مهمه که همیشه یه امیدی در درونمون باشه و هیچ وقت تسلیم نشیم. تسلیم زندگی نشیم و برسیم به اون چیزی که میخوایم. امید رو در درون خودمون زنده نگه داریم.